سلام علیکم لالا. و علیکم. لالا بیا مادم به شما یک گپی بگم. باز چه کاره؟ باز خودی که جنجال کردی؟ امی عباس برار امی رمزون امرو بیامده به پیش میگه کجی میگم ها میگه تو بیا با تو کار دارم برفتم به پیشی میگم بگو چی میگه بیا قراری کرده و تو یک چیزی میدم بنده گفتم خوبه میگه بگیریم خود یک سیدی بنادیم. سیدی چیه؟ شکل لالا بعد نمیفهم با ما میگه بیا سیدی بنادیم گفتم سیدی چیه گفت البته دبون میفته قراری کرده آدم نشه میشه گفتم من نمیدادم با خدا برار من ببینم پست من میکنه دل بند من میداده. همی عباس با تو میگه پزا؟ برار امیرم از اون فکر کردم من میگه برار گیلک دیونیو من میستر رو عمر که بگه جلو مهونه که خود پیش میدادم میگم نام خدا من بیامده به شما بگم لالا که اره امی که سورا میزنه نیم و جبقت دیره. تو بیا بریم درس رازی یا تو ایفاده همه شده؟ بری لالا بری. بیا. این رو با ما گفته سوار به یک چی نادون دگی بیا. علی درس درزن. سلام علیکم. بفرمایید مخونه. زنده باشین. سلامت باشین. من شما ما یک چیزی بپرسم برات. بله بفرمایید. شما از این برات عباس خبر دارین که چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ همین که شما خبر ندارین. امروز برار به تک بچه دیگه. خب سر میدون چون بچه‌ها. برای از این آدم گفته بیا که سیدی بندازیم سیدی. برار ما عباس. گردن ما بندو گفته. عباس این کارش. بلیا. نه خیلی گپ جالبه. یعنی که شما خبر نداری می گپ میزنیم اگه خبر میداشتی می گپ نمیزنی. به زندگی برار ما عباس این گپ نمیگه. یعنی ما تو کار نمیکنه. شما چشما سر خلال نورالله خود شما بدیدین. یعنی همین آدم دروغ میگه برای شما. شاید. بلیا عباس راست میگه من دروغ میگم. عباس اگه من میشناسم برار منه به طول زندگی این چیزا فکر هم نمیکنه. بلیا. حالا عباس کجا هست؟ به خونه نیاله. کجایی؟ نه فهم بیری شد میرم. وانی میگه که خبر نداری من به شما دروغ نمیگم. او دیگه من هر جا که من خبر نداشتم برای خونه بیام آدم سعی کنین چی رقم راه میره. باش بیاید. بله. عباس. چیه لالا؟ لالا نورالله بیان هم درس را میگم تو بگی بیا سیتی بندازین. چی گفتم؟ بیا سیتی بندازین. کی گفته؟ تو گفتی. تو چرا به می برار میگی بیا سیتی بندازیم؟ ما گفتم. امروز به تو میگی سیتی بندازیم صبح میگی سیگار بکشیم دیگه صبح دیگه عمل میکنی. کی به تو گفتم؟ خب کلا گفته به من نگفتی بیا بریم سیتی بندازی. نشه میشه. تو پاس کو دست خود دروغ نمیگم. لالا میزنه چه تکاپ ما میزنه؟ من اصلا من تعجب گفتم. من سر تو نشون نگفتی. همین سیدی چی هست سیدی لالا؟ چیه اینا؟ سیتی همین تا پالیش نکنید به دستی. با دستی بدیدی تو؟ میگم دروغ نگم با خدا برام میسازه که تو واسه خونه که زمین میزنی. ما واسه کارا میخوام لالا. برای عادی گفتی تو سیتی بنداز که ساعت تو به چند یه خان ما من از یاد بنداخت نشه شده. من اشتباهی گرفتم شاید نفردگی مثلا. گردن ما برای ما تو دیده باشو. تو صد گردن تو بند من نگفتی. 100% بنداخت نشه شدی نفر اشتباهی خود گرفتی. برام نفر که ما تو گفته بده. خوبه مقصد برار ما این کار نمیکنه. همون ساده ما که ساده ما نیه. همون تو حال ما این کارا از اون ندیدیم چی برسه به زی. با شما میگم که برار خودگاه تا کوچه جمع کنین که خوبیت نداره صبح دیگه عملا ما گفتم میشه. ری کنه به سر کار غریبی. گپای شما مثل برار از روزی که برار شما بیکار بود همین برار منم از کار بار بیکار کرد. یه خنگیر تا کوچه جمع کنه. سه لا سه. شما همین برار خود اول اتا کوچه بگردونه که باز یه هم باز این کویر به تا کوچه نه. برار به وای سال باشه میگیشم برار شما باشه. سه. نکنه میگه از اینا رسید. حالا با خدا من بدی کار دیگه تعجب کردم خنده گرفت منم تعجب کردم که این از توی تگافی بگم. این ساعت لالا بس یک مچو کی بوده وزی من داختی نشه شده. بله بیا. دیدم یک عروسی با شلندی دیگه نمیام به مله دیگر من پخته بشه خونه نکنم دیگر نمیام به مله شده چند روز که بوی گل نیام
بگو بخیر یک ذره فکر نمیکنه تو روز تا با شما دست ازی به حسابم همین جمله نمیبینی سرم گذاشته چی دیدم من؟ تو بی دست و خواب هم نمیشنی بفهمیدی بخیر برو رفت خورگون که به کوچه برو بخیر نبینیم تو رو طرف غیر از این که تو طرف و طلوق و دم بودیم کنی گوش نیام تبلیغ داری شکل تو سیر میشه بخیر برو رفت خورگون که بخیر گوش نیام بعد تو کفتون بدی به میجوه برو نون بخور هیلا نگاه بله چرا برار تو با تو سیتی تعارف نمیکنه که با بله. مردم تا کوچه تعارف میکنه چی؟ عباس برار تو آه چرا سیتی با تو نمیده که بندازی سیتی چیه؟ سیتی چیه بسته مردم برای یاد میدیم برای مردم میدیم بابا من میگی سیتی چیه من نمیفهم من تو نمیفهمی همین عباس برار تو آه به کجیر برار من سیتی تعارف کرده بودی امروز خبر داری سیتی ما سیتی داریم سیتی وزیر زبان خونه میندازم مثل نسوار بری تا پاکتا داره آها جنا میگی ای از برار اینا میندازه. دیگه میگم تو پیرد ما مرد پیرد دست ما مرد نکن پیرد دست ما بدی مرد نکن تو بیاد خدا نیت بسر شما این رو از دست تو تاشون بتامی کوچه ها به عذاب بودین کم بود گال برار دیگه تنبایی تو سر را یاد گرفته تو برار تو نفته کنه ویلی تو نشه میشه دست تو خب حالا نکن گیل که میتونم بر تو میذارم شرم آیا تو خب چرا چیزیه. به برار نمیگی نشه؟ غیر از همسایه زری و تو چرا به برار نمیگی نشه میشه؟ برار تو با تو میگم با برار می سیتی تعارف کرده بودیم رو خوبه که این برار اگه چی کس قد نداره ولی عقل داره قبول نکرده بود ولی گفته بیا که تو سیتی بدم که تو رو نشه کنم چه چکار کنه فلان کنه برار من نشه میکنه خورد همه شما میده بی سره تو چیز دیونه تاشون بتا که تو سر داری تو سر داری ما کو بی سرم تو سر داری اگه سر داری کو سر تو مردی پیار تو مرد بزنه بیا با خدا مگر تو خرج یک سالی مر بدی معلوم دار شما که برات بونه میگه تو خرج یک ساله مر بدی اتا ای گلا بیا تا کوچی سر ما خونه خود بکنیم بره شما مردم گیروی